جونگول چقدر کسل کننده و بعد بلند بگی کات میکنیم. آره میدونم باید با پر جنب و جوش بگی اینجا سلام. آره اینطوری انگار که مثلا واقعا داری باشون حرف میزنی. سلام انگار قشنگ نوبیم توی یوتیوبری. 2 3 سلام به پیکسل گفتیای عزیز. امروز من انیکسم و هیکو هنگی کردم. هیکو اومدیم تا براتون اولین سری سروایوال کانال پیکسل گفت. من هنو عادت ندارم آقا انصاف نیست. کانال پیکسل گفت خوش اومدین عزیزای من قشنگانم. کسان آره همه بشین هم بخندین. ببخشید من آروم قرار ندارم. معذرت بخوام. ایشون هیکو جان دلقه که گروهه. دلت بسوزه نیکس اسکینا برای من هست. ولی من همه رو استیولی میبینم. خب الان شروع کنیم دیگه ویدیو رو. آره بریم سراغش. لیتس گو. خب هیکو جان عزیز بریم دنبال درخت. تو برو دنبال درخت. برو راحت باش بریا. نرم باید چیکار کنم. هی دلقه کنم. خب هیکو ولی هیکو کجایی هیکو؟ نکش قاتل نباش. کی من؟ قاتل هیکو. من هیچ کار نکردم. نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. نمیدونم داری راجع به چی حرف میزنی اصلا. وا قاتل منه. من هستم. بذار اول شمشیر بساز بعد بکش. نه دیگه منم چوب بکنم بس. قراره دست هیکو جان عقلتون ها دست بدیم. وا خیلی دلشون بخواه. های من برم سنگ بکنم. واسه بیا اینو تصویب بکن نیکس. خدافظ. اختون کردیم من مفتکی دوست هیکوی من کو. دوست میرم اهوش دوش نرو اهوش نترس نمی. چقدر من خرشانسم خدا. یه ذره کندم زاغر. به جای این کارا از نظرم داری چه غلطی میکنی؟ پله درست بکن. نظرت چیه؟ حالت پله مانند درست بکنی خیلی بهتره نیکس جان. نمیدونه دیگه نوبه دیگه. نگه خودت خیلی بلدی. نگه خودت خیلی بلدی دلقک. بی ادب. وا دلقک من نقطه‌ایم که صافت. یه خودت بکن نیکس جان. چقدر زحمت کشیدی خانومم. داره شب میشه. وای پشم نداری؟ نه. پشم چند تا داری؟ خب ما باید همینجا اتراق کنیم. این زغالا یکم ترش بساخ که من اینجا رو بستم نور داشته باش. دیدم میخوایم. آره بسی چی؟ بسی در بالا رو. نه خب نه ببندم کور میشیم درده. لالای هیکو زود باش هیکو. بابا چه ترش نمیذاره من درست کنم. به خدا ترش نمیذاره. بستم نمیذاره من ترش. وایسا من تلاش کنم. وایسا تو به خدا مایکرافت تو یه مشکلی داره. وای میرم از هوش. که خیلی تاریکه کورم. یه چی نمیبینم. کور نباش. ترش بسازی. تو چی؟ تو برای من میساخه برای تو نمیساخه. الحمدلله روشنایی به خانه برمیگرده. تستام هیکو چیه؟ یه نگاه بنداز منو ببین.
چقدر دقیق بودی در میاری. دلقکیم دیگه اومدیم مردم رو بخندیم. بس خفش. یعنی برادر ساکت باش. اصلا هم مشخص نیست اولین ویدیومون چه رضایی است. چرا داری هرچی میکنی میاد تو من. هیکو سرماخوردگی به هیکو چیه؟ داری چیکار میکنی؟ دارم میخوام برسم به اون سنگ خوشگله. من اسم هیچی رو نمیدم و من چیزی نگین. من اسما رو یادم نمیمونه. من اسم خودم هم یادم بمونه بسم. من هرچی هست عقل نظر قیافه میگم. سنگ خوشگله پایین هستن بعد از این سنگ. بله بچه اون سنگای آخر رو میگیم. من اسمشون یادم نمیاد. سر توسی طورن. اصلا هم نوب نیستیم. اصلا ما چرا باید نوب باشیم؟ نوب چه کلمه ای هست اصلا؟ نوب به چه معناست؟ والا چرا باید نوب باشیم؟ والا ما پروییم. والا پروتر ما وجود نداره. ما از اسماعیل هم پروتریم. چنل اسماعیل هم ساب کنید. چنل خودمون هم ساب کنید. چه تبلیغاتی انجام میدید؟ بیلاخ کنین این ویدیو رو. اسمال بفهمه کار میکنی به جایزه میده خانم نیکس. بیلاخ کنین ویدیو رو. بیلاخ کن. سابسکرایب کن. کامنت بزن. یه ویدیو بعدی چه غلطی کنیم؟ و غلطی نمیخواد بکنی. جنگ کن. برای دوستات هم بفرست. ما رو هم به دوستات معرفی کن. یه چی یادمون رفته. بله هیکو. چیز چی عدده بود؟ نکلت گرفت. بله. اون عدده وای چی بود اسمش؟ ما قرار 100 روز تو این برد زندگی کنیم. نه ما زبان نداریم غلط میکنیم. ما اندر درگون رو میزنیم. غلط میکنی بابا تو الان فعلا چیزا رو بیار. تورچ میخواد بیار. نه دلقک هم دیگه دلقک. بله هیکو جان چطوری هیکو؟ به کندن ادامه نده چون به قار نرسی. میشه بیای؟ چرا؟ بیا اومدم. ببینیم بچه های بسم الله. هی رحمان رحیم. مستنگ خوشگلم داره. آره از نظر من نریم. نه بریم. هنوز نریم. نه بریم. آماده نیستیم. بیا این ور لقه من اینو بکنم برم ببینم خالیه. شد نکردم اینجا رو حاجی. آب نرو. شیطونه داره یه چیز به من یه چیزی که به من میگه ببخش. بابا دلقک. یه کوچولو میرم پایین. دلقک. فقط یه کوچولو. دلقک ما تلپورت نداریم دلقک. دلقک دیگه زیر چیزه. دلقک بکنی اینا رفتی. وایستا دلقک نرو دلقک. هیکو اشکال نداره حرف من هیچ مشکلی مشکلی است. اینم بکنی رفتی. گفت یه کوچولو. من فقط دارم راه میسازم برای بعدن که هر موقع آمادگی داشتیم بیایم توش. نظر چیه؟ بین هیکو. وا دلت میاد؟ آره. ببینین عزیزان من یک چیزی در وجودم هست خیلی بول میخوره. من برای به نام مرض. نه به نام کرم. من وقتی اینو دارم نمیتونم آروم بمونم. حتی اگه بمیرم به من ربطی نداره. مثل همین حرف زدنش. آره و منم همیشه دارم هرس میخورم. و شما تو کامنت ها بگید آیا شما من دستش هرس میخوری یا نه؟ دروغ میگه من هرس. اگه هرس میخوریم تو کامنت ها بهم بگی. یعنی به همون بگی. یا اسکلیتون زامبی تلا سابسکرایب. تلا پیشگاه من یک شیری پر اینجا باشه کارم راحته به خدا. همشون رو رفتی؟ هیکو گم شو بیا بالا.
چیزی گفتی؟ نشنیدم. هیکو پایینت زامبی هست، متوجه نشدم. اسکلتون هست. هیکو بله این پایین فقط اسکلتون و زامبیه، بله. یه کریپر فقط توشونه. زامبی منو دید. بیا بالا هیکو، هیکو بیا بالا هیکو. چون خیلی میگی منو دیگه میترسم برم. هیکو بیا بالا، نکشیمون. هیکو بیا بالا، هیکو بیا بالا هیکو. هیکو هیکو خودو جون ننت هیکو. یه ذره مونده بود بیفتم. من پارکورم ریده عزیزم شده و داره بارون میباره. چرا بسی هیکو؟ چون داره بارون میباره. پشتی مانو من رفتم بالا. بارون میاد نم نم پشت خونه یه هاجر عروسی کرده، دنبشو خروسی کرده. سلام زنبی 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 ما. یه به گل بدم عزیز. وا چه بی تربیت. کی؟ میکشنتون تا دفعه آخرتون باشه. توف نکن به من، توف نکن به من. توف میکنم بهت. تو یکم وایسا. بی تربیت بهش گل میدم. آفرین دلغک. نه بخشی با اون بودم. نه بخش تو هم بیادب شدی یا تو هم بیادب شدی یا لکنت گرفتم خانومم لکنت گرفتم. بابای مشکه بابای مشکه بابای. هیکو جان داری چی کار میکنی هیکو؟ هیکو خانم هیکو، خانم هیکو، هیکو 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 اسبتو دزدیدم. بی تربیتی دیگه. هیکو اسبتو دزدیدم هیکو خدافظ. خیلی اینجا خیلی اینجا درختاش کمه هنوز. من روانی میشم تا ریم نداره هیکو جان، عادت مینم. خب برام یه فرنس بزنم. هیکو خانم اون زغالا رو بیار هیکو. سوال نمونه. اون زغالایی که مان کردی و چیه بکشم. یه لحظه باید ببینم چی شده؟ باید ببینم چیه. کی چیه؟ درخت. چی دیدی؟ یا عالم درخت. هیکو کجا رفتی؟ من تو همینجا هم که هستی. هیکو هیکو وا هیکو کشته شد. الله کشتن. روز از نو روزی از نو. رخت زرد برات بزنم. بساخ برادر بساخ. مام تو این بازی اصلا چیت نمیزنم. چیه چی؟ اصلا چی نام دارن؟ من چی گفتم؟ چی؟ اصلا منو چیت، اصلا ما چیت، اصلا خانم انیکسم و خانم هیکو به چیت. بابا این نازی خدا باشم خدا. مامانت مرد. اوه خدا مامانتو کشتم. هیکو علی تو رو باباتم کشتم. اون بدبختم بکش دیگه بره پیش مامان. نه بذار بزرگشی گوشی چربونه میشه. موقع میکشیمش. دید بیا برو این زغالا رو بذار تو فرنس. خدا آخه من چقدر با کار بکنم. وای پیر کار رو در آوردی تو. خیلی اصلا پیر کار رو در آورد. کار خودش چقدر کار نکرده بود تو زندگیش که تو کردی. استیک همو برداری استیکت میکنم. نه این برای من. اون استیک من کو. استیک منو برمیداری. نه استیک منو بده. بابا وایسی. استیک منو بده. استیک منو بده. بابا تخت منو بده. چوب ندارم. بیا کره به خدا این کره بگیر. اینم برای تو. تخت بساز زرد برای منه. باش. بیا بگیریم.
ممنون. چه رنگی این؟ سفید. یه قرمز اینجا هست. من توسی میکنم. ها. به کتفم هم که تو اصلا تو اون چیزا رو بیار. وقت یه مسافرته. چرا بارون بند نمیاد؟ چون نمیخواد بند بیاد. مگه دست ماه؟ آره. کجا رفتی هیکو؟ پیش این درخت. هیکو من نمیدونم هیکو انقدر تکون نخوری هیکو. میشه قصاب بیاری برای من؟ هیکو ها یه جا وایسا. اینقدر گوشته رو دیگه نمیتونم بود. هیکو یه جا جون جدت یه جا وایسا. مرغ یه جا وایسا. مرغ وایستادم من. بیا موقعیت بگو. منفی 625 یا خدا 101 270 یا دیرمت. سلام. علی که سرپنام بیا. خیلی دارم میگم هیکو. نه خیلی دارم حرف میزنم. میدونم جام جایی برای خوی زغدن. گو بیا. آره داشت بیا. فقط 2 تاش پخته شده. چشات دراد. من اسکین دارم. جیان دارم آرمارو پر میشم حقیقتا. پرشا بهتره که بس من خوش. بهتره. خب من از الان چوب بکنم برای خونه چه رنگی بکنم؟ تو فعلا این تیره ها رو بکن. چون میدونم 2 دقیقه دیگه قرار خوچ مرد کشتیش بد. سلام قدم به فاتحتو بخون مرقی. فاتحتو بخون. خدافظ. قبل از مرگش گشتشید سیرش کردم دیگه. خانومم شما چقدر مهربونی. مثلا شما پیر مهربونی رو در آوردین خانم هیکو. بعضی اصلا قدر شما رو نمیدونه. بعضی چرا دیوان پوشی میکنه؟ خیلی قاتل شدی دیگه خانومم. داره شب میشه از نظر تخت داره ما. بارون بند دیگه. بند بیا بارون با ما مش. بند اومد. زامبی ما بابایی به چقدر گل به بابایی تو بچه بیا بسوز عقص من خوشگلم. بسوز سخت خب وقته خونه سازیه. آره تو برو مای من خونه میکنم. دارم برای جنابالی چوب میکنم چون میدونم قرار نیکس در خدا باره چیب جمع کن. در خدا همین 2 دقیقه پیش گفتم میدونم ولی گفتم یه بار دیگه تکرار کنم که خانمم بفهم. صدای چرخش چیه میاد؟ میدونم والا چی بدونم. صدای اسکلیتون میاد. خب عزیزان من واقعا فوبیای اسکلتون دارم. چه صدای چرخش فنل میمونه بیشتر. هیکوی موقعیت بده هیکو. منفی 110 نه 610 91 346. خودی چقدر من اومدم میترم. کجا میگی تو؟ منفی 610. آره 91 350. شد منفی 619 347 شد منفی 621. بابا خفش بچه کدوم گوری هستی تو؟ اسمی من قرار خیلی فیسبوک خورم بابت این حرف زدن ولی خب اهمیتی داره. نه
ما کار خودمون ادامه میدیم و یه روز 100,000 تای میشیم. من دارم انرژی مثبت میدم. من به چوب نمیدم. چه غلط کردی؟ درات نیست. من اسکین دارم. دوست بار میداری. من دوست. ای وای ادن. هیکو بابا چرا دقیقه من که داشتی که الان بخوای داشته باشی. این ارتفاع داره خانم نیکس. من لکنر گرفتم و من این رو به شما میسپارم. خدا نگهدار. من 53 تا دارم. بیا فعلا بریم تو فلتفور. نه بیا اونجایی که اول بیا دارم خوکر رو بکشم ولی بهش رحم کردی. ممنونم. به قار به خب بنده میرم اینجا. ما چه قار زیباییست. بابا ببین یه ذره دیگه حرف بزنی هم تو رو میندازم تو همین قاره نتونه بیای بیرون. خیلی داری حرف میزنی. چنگده قشنگی تو ماشالله بهم بگینه ماشالله. نیکا اون از مشکیه برای من که خالی بود. این برای تو. نه این برای من. آره این برای بابا تو چرا داری رامش میکنی؟ بذار رامش وقت تو قرار زین بذاری روش دیگه. من اون از قهوه‌ایه رو میذارم. باشه عشق خودم. عزیزم نوچی چی زده؟ تو خدا نکنی. بچه اگه فکر کردید هیکو جان کمی عقل خودش داره بدونید 1% هم 10% هم نداره. من برای اسبا میبینم هر چقدر حیوان خوش میشم. الان رام شد. ببین بچه اسبمون یه شکله. حال داره هر دوتون. نه یه رنگ. اسم بذاریم. برای من میذارم قهوه‌ای. او مای جیسس چرا چه اسم سختی. خدای من قهوه‌ای تو عشق منی. خدا نمیدونم چی کارت بکنم. خب بریم خونه بسازیم دیگه. حاجی من بله من عمرم به تو چوب بدم. چرا به چوب ما خونه همونو همیشه جدا میسازیم. آری من باور کردم. من اینجا خونه هم میسازم تو برو هر جا دوست داری. بهم گفت خفه شو واقعا. این انصافه. بله این خود انصافه. این از انصاف هم یه ذره یه لول بالاتره. من بیشتر دارم به تو انصاف میکنم. باش چی باش؟ چون تو گفتی باش. چی باش؟ باشه برای چی؟ گفتم یه لول از انسانم بابا لکنت حس میکنم دستم رو میکروفونه. نمیدونم چرا همچی حسی دارم. خب نمیدونم اول یک بابا 1 2 3 4 تا میریم اینجا. بعد یای بای جولیا ریدو 1 2 3 4 تا سیگما میریم بالا. حالا میایم این کنار. اسم بشه 1 2 3 نمیدونم مرد یا دختره. مرد. بله خانومم بله مرد. چی کردم؟ اسمشو میذارم ریموند. 1 2 چقدر با کلاس اسمشو میذارم ریموند. من بگم اسمشو چی میذارم؟ عوض میکنم اسم. میذارم ریو. از اسم من اسمی میری؟ ریو واقعا باید متاسفم. ریو اسم دوست هوش مصنوعیه. واقعا برات متاسفم. از ریموند من اسکی رفتی. ریو
واقعا برات متاسفم. اسمشو میذارم من قهوه غلط کردم. خوب حالا اینا رو من وصل میکنم. 1 2 3 4 چیا خیلی ماینکرافت بلدی جناب، خیلی بلدی. اصلا پیرشو در آوردی. ببین پیرشو در آوردی. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه. چی در آوردم؟ اصلا پیر ماینکرافت رو در آوردی با این حرفه بودن. کنار خونه تو زیبا میکنم. زیبا بکن برادر زیبا بکن. زیبا نکنی من چه کنم؟ نگات میکنم داریم خلبازی در میاریم. ما خل نباشیم که خل باشه. خیلی الان رفتم رو مود سکوت. خیلی داری رو مخ میشه. یکو حرف بزن. نه یکو حرف بزن. بخواب بکپی. من یکم کپیدم. بالاست خونه. من کپیدم. سلام ریمون تو ماما بی موچ کنیم. چندش ای چشات درت حسود. کپ بکپ. کپیدم. نکپیدی. نکپیدم. آقا نکپیدی. نکپیدم. اینجا اسمت اگه اینجوری باشه میگفت اپل نمیدونه، ولی الان اونو نیورده. شاید باورتون نشه ولی ویدیو همینجا تموم شد. یعنی اولین ویدیویی که برای چنل ساختیم همینجا تموم شد به خاطر یه سری اتفاقایی که افتاد و ماینکرافت که خیلی لطف کرد بهمون و لک شد. برای همین گفتم خب به حیف اولین ویدیومون خیلی فان بود، خیلی بامزه بود، درستش کردیم. گفتم اشکال نداره همینم بگیریم بذاریم نگاه کنیم، نظری داشتین بگین و به عنوان اولین ویدیومون بگین که چجوری بود.